مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که شب 22 آگوست سال 2023 تخمینا ساعت 21:40 راننده ماشین تمغه مرسدس بنز آچلدی فیروز سال تولدش 1998 ساکن نویه قبادیان هنگام حرکت از سمت جماعت شهر قبادیان به سمت جماعت دیوت نیوزوف از روده دوره ماشین نبرآمده پیادهگردان قربانوف و نادره سال تولدش 1985 نوبولیغ قربانوف عبدالرحیم سال تولدش 2010 و خردسال قربانوف حسن سال تولدش 2021 ساکنان امین نویه را پخش کرده است. در نتیجه نوبولیغ قربانوف عبدالرحیم در جای حادثه به هلاکت رسیده است. قربانوف و قربانوف با ژرفهای گوناگون جسمانی در بیمارستان بستری گردیدند. تحقیق این حادثه ادامه دارد. بنا به آخرین آمار وزارت کارهای داخلی در نیمه اول سال 2023 در راههای تاجیکستان در 492 صدمه 193 نفر به هلاکت رسیده، 514 نفر دیگر جراحت برداشتند. هر سال بر اثر صدمه ها در راههای تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 1200 تن دیگر معیوب می شوند.